جدا شدن عبید جوینده از همسر دومش، کاربار جدید همسر دوم عبید جوینده در انگلستان، افشای حقایق و رازهای جدید زندگی عبید جوینده و دوری این هنرمند از هنر موسیقی. اما چرا؟ و شکایت همسر عبید جوینده در دادگاه انگلستان. اما به چی دلیل؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. عبید جوینده، هنرمند جوان با استعداد، موفق و مطرح افغان، یکی از چهره‌های شناخته شده و توانا در هنر موسیقی افغانستان از ولایت زیبای کندوز می باشد. از سن جوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت و برنامه‌های مختلف هنری برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می کرد. بعد از تحولات سیاسی اول در افغانستان، عبید جوینده مجبور به ترک کشورش با همسر و فرزندانش شد. عبید جوینده در کشور انگلستان زندگی می کند. از همسر اولش جدا شده است و بار دیگر با یکی از آرایشگران تلویزیون جهانی تولو ازدواج کرد. ازدواج دوم عبید جوینده بار انتقادات را در صفحات مجازی به همراه داشت. جدیداً تصاویر عبید جوینده با همسر دومش در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند از همسرش جدا شده است و همسر عبید جوینده در کشور انگلستان برندی از لباسهای افغانی ساخته است و تجارت شخصی خودش را با مدلینگ فردیش آغاز کرده است. عبید جوینده بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان دیگر آهنگ جدید نسرود و کاملا از راه هنر موسیقی به دور بوده است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای تک تک از جوانان، هنرمندان و نخبه های افغانستان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عبید جوینده به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.